الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت دوستان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. با توجه به اینکه فردا اولین روز از روز ذی‌حجه هست و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان فرموده که عمل صالح در این روزها بسیار مهم هست، به گونه‌ای که می‌فرماید ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. می‌فرماید هیچ روزهایی وجود ندارد که عمل صالح در آنها محبوب تر باشد نزد پروردگار از این 10 روز. گفتن ای رسول خدا، حتی جهاد در راه خدا از آن بزرگتر نیست؟ فرمود حتی جهاد در راه خدا از آن بزرگتر نیست، مگر اینکه شخصی در راه خدا خارج شود، جان و مالش را خارج کند، یعنی با جان و مال در راه خدا قرار بگیرد و جانش را فدا کند و مالش را نیز فدا کند. پس در بعضی روایت فرموده در هیچ روزهایی عمل صالح بزرگتر نیست، در بعضی روایت امیدوار کننده تر نیست، در بعضی روایت پاکتر و نزدیکتر نیست. پس با توجه به این وضعیت مشخص می شود که عمل صالح و کردار پسندیده در این ایام ذی‌حجه بسیار مهم و با ارزش است و جای خود دارد که مسلمانان این روزها را غنیمت شمارند و چون عمل صالح این روز، البته ما باید کمی دقت کنیم، یعنی فرائض در این روز ارزش و فضیلتش بیشتر است از فرائض روزهای دیگر و همچنین نوافل و سنت های این ایام ارزشش بالاتر است از نوافل و سنت های غیر از این ایام. اما این که ما بگوییم سنت های این 10 روز ارزشش بیشتر است از واجبات و فرائض، نخیر، چنان نیست. یعنی فرائض مثلا 10 روز آخر ماه مبارک رمضان که شبهایش بهترین شبهای سال هستند، روزهایش که انسان در آن روزه میگیرد، روزه فرض، قطعا بزرگتر است از روزه سنتی که در این 10 روز گرفته می شود. البته بعضی از اهل علم، حتی بعضی از صحابه مانند امام عمر، مسلمانان را تشویق میکرد که در این 10 روز، البته 9 روز داشت که روز 10 روز عید است که جایز نیست در آن انسان روزه باشد، یعنی این 9 روز چون به این خاطر گفته 10 روز چون روز عید هم روز عبادت بزرگی است که در اون روز عید برگزار می شود، در اون روز قربانی انجام می گیرد، در اون روز عبادت های زیادی انجام می گیرد و ایام بالاخره برای حجاج که روز بسیار مهمی است که اون قربانی که اون انجام می دهند واجب است، برای دیگران سنت است و عبادات زیادی در این 10 روز جمع می شود.
به خاطر این مثلا روز عرفه در آن هست که مهمترین روزهای سال است. عبادت در روز عرفه هم ارزش خیلی زیادی دارد و بزرگترین روز از این روزهای ذی‌حجه روز عرفه بزرگترین آن است، چون در آنجا یکی از ارکان اسلام که حج است در آن انجام میگیرد. البته دیگه احرام روز 8 و عرفه که مهمترین رکن حج است در روز 9 و روز 10 هم که روز انجام روز عید هست و روز ذبح هست و روز حلق هست و روز تقصیر هست و بالاخره همچنان که به دنبال میاد مسائل رنگ جمالات و بقیه. پس در این 10 روز اول ماه مبارک ذی‌حجه بسیار با ارزش است که انسان عبادت را در آن انجام دهد، هرچی در توان داشته باشد، روزه، قرائت قرآن، ذکر، دعا، تضرع، نیکی با پدر و مادر، صله رحم، بجا آوردن نیازهای نیازمندان، حتی ملاقات بیمار و مریض. البته امروز به خاطر مسائل کرونا این مشکل وجود دارد که انسان باید کمی با احتیاط این کارها انجام داد، یا اصلا کسی که بیمار است باید انسان به صورت از طریق تلفن و اینها با او از احوال او جویا شود. و حتی انسان تشییع جنازه، مشارکت در تشییع جنازه که سنت بسیار بزرگ و اصلا یکی از حق مسلمان بر مسلمان است، و نیکی با همسایه و کمک به فقرا و بالاخره هر اعمالی که انسان از دستش بر بیاد. یادم نیست، احساس کردم خواستم بگویم امام عمر نظرش بر این بود رضای خدا بر او باد که میفرمود در این 10 روز ذی‌حجه، یعنی در این 9 روز یا بگوییم 9 روز، کسانی که اگر روزه قضا دارند در این روزها قضا کنند که خیلی با ارزش تر است. این نظر قول امام عمر بود. و عمل صالح در این ایام البته شب هم در بر میگیرد، فرقی نیست، یعنی هرچند ایامش مهمتر است اما شبهایش هم ارزشمند است و نیکی در شبهای این 10 شب باز هم ارزش والایی دارد. پس اگر ما بگوییم آیا فضیلت 10 روز ذی‌حجه بالاتر از 10 شب مثلا آخر ماه مبارک رمضان است؟ نه، میتونه این نیست، چون در آخر ماه مبارک رمضان شب قدر وجود دارد که شب قدر خدا فرموده که خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه ارزشش بالاتر است. پس از این لحاظ نمیشه گفت لیالی ذی‌حجه بالاتر از لیالی ماه مبارک رمضان. اما ایام دهگانه ذی‌حجه از ایام مثلا ایام از روزهای ماه مبارک رمضان بزرگتر است. البته اگر انسان عمل یعنی نوافل آن از نوافل آن بالاتر است، نه فرائض آن. این باید انسان هوشیار باشد و دچار خطا نشود در این مسائل. و یکی از فضیلت این 10 روز این است که پروردگار قسم خورده به این ایام ذی‌حجه، بلکه به شبش، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. در اینجا قسم خورده به طلوع فجر و قسم خورده به روزهای شبهای دهگانه ذی‌حجه که روز هم، چون روز هم به دنبال شب می آید، یعنی در واقع
این هم یکی از نشانه بزرگی این ما این 10 روز ذی‌حجه هست که قول جمهور علما از مفسرین سلف بر این هست. و یکی از فضائل این 10 روز هم این است که پروردگار در قرآن امرا به اسم روزهای معلوم و مبارک نام برده که می‌فرماید لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمة الانعام. می‌فرماید تا اون کسانی که به حج می‌روند حضور پیدا کنند و منافعی که برای آنها در وجود دارد آن را مشاهده کنند و اسم پروردگار را یاد کنند، الله را یاد کنند در روزهای معین و مشخصی که این 10 روز ذی‌حجه است، که این 10 روز ایام ذی‌حجه است. یعنی به صورت صریح پروردگار این را بیان نموده. و در سوره بقره به اسم ایام معدودات آن را نام برده، میگه واذکروا الله فی ایام معدودات. پروردگار را یاد کنید در روزهای معدودی. این هم سوره بقره آیه 203 که در اینجا امام ابن عباس می‌فرماید ایام معدودات، همچنان که امام بخاری از آن نقل می‌کند، منظور ایام 10گانه ذی‌حجه است. و این آیه هم در سوره حج که می‌فرماید لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات، این ایام معلومات هم منظور این 10 روز ذی‌حجه است. البته اختلاف از بعضی میگه مثلا روز عرفه و روز ایام النحر، ایام التشریق، ولی قول جمهور مفسرین بر این هست. و اینکه پروردگار فرموده الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. می‌فرماید حج چند ماه معین است. یعنی چی؟ یعنی شما می‌توانید برای ادای مراسم حج در چند ماه معین احرام ببندید که می‌شود ذی‌قعده، شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه، که در این ماه آخرین ماه این که فرمودم ماه چند ماه معینی است، یعنی منظور از ماه ذی‌حجه فقط همین 10 روزه. این البته 10 روز به اضافه ایام التشریق هم که البته تا 10 روز است که برای احرام حتما باید تا روز 9 احرام بسته شود. دیگه اگر بعد از آن روز 8 احرام میبندید، باید قبل از 9 شما احرام بسته باشید. و نگاه میکنیم که پروردگار فرموده حج در چند ماه معینی است، این 10 روز آخر این چند ماه هست، شوال، ذی‌قعده و 10 روز ذی‌حجه. همچنان که از بسیاری از صحابه نقل شده، مانند عمر و عبدالله بن عمر و علی بن ابی طالب و عبدالله بن مسعود و ابن عباس و زبیر، و همه بر این قول هستند و این شکی برند. و یکی دیگر از فضیلت این ماه، این 10 روز، وجود روز عرفه است که پروردگار در روز عرفه دین را تکمیل نمود و نعمت اسلام و ایمان را بر مسلمانان تمام نمود، چون در این روز آیه تکمیل دین نازل شد. اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی
و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من دین را برای شما تکمیل نمودم و نعمت خودم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم برای شما که اسلام را دین خود گردان. و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی من راضی شدم که اسلام برنامه زندگی شما باشد. و یکی دیگر از فضیلت این 10 روز این است که روز عید یا روز روز عید و روز قربانی یا روز که حج اکبر نامیده می شود در این 10 روز است که بزرگترین روز هاست. همچنان که می فرماید این اعظم الایام عند الله تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. می فرماید بزرگترین روزها نزد پروردگار روز نحر است، روز عید است، عید قربان، سپس روز بعد از آن. چرا گفته به آن روز قر؟ چون انسان بعد از آن در منا قرار میگیرند و استقرار پیدا میکنند بعد از اینکه طواف را تمام کردند و نحر را انجام دادند و استراحت میکنند. و یکی دیگر از فضائل این 10 روز یا این ایام این است که چون زمانی که خود این زمان ارزشش بالاست برای مخصوصا کسانی که از شهرها و از سرزمین های دیگر به اونجا می روند و شرف زمان و شرف مکان برای حجاج در آن روزها جمع می شود، چون هم زمان با ارزشی است و هم مکان با ارزشی است، مخصوصا برای حجاج بیت الله که در آنجا جمع می شوند و یکی از بزرگترین ارکان اسلام که حج است در آنجا انجام می دهند. و سلف صالح تلاش می کردند رحمت خدا بر آنان باد که در این 10 روز تلاش زیادی کنند برای انواع عبادت. سعید بن جبیر هنگامی که 10 روز ذی‌حجه وارد می شد میگه به گونه‌ای تلاش میکرد، به گونه بسیار زیاد تلاش میکرد برای انجام عبادت، حتی به حدی عمل صالح را انجام میداد گاهی احساس میکردی که این دیگه خیلی زیاده روی میکند، یعنی خیلی خود را خسته میکند و خیلی تلاش میکند در انجام عبادت و حتی مردم را تشویق میکرد در این 10 روز و میفرمود نکنید چراغ‌هایتان را خاموش نکنید در این 10 روز برای خواب، یعنی انگار دیگه نخوابید. و امام ابو عثمان نهدی میفرماید 3 دهه را علما و مسلمانان و سلف این امت خیلی احترام میگذاشتند. 3 تا دهه: دهه اخیر ماه مبارک رمضان و دهه اول ذوالحجه و دهه اول محرم. پس انسان مسلمان باید تلاش کند و مبادرت کند برای غنیمت شمردن این ایام، یعنی این ایام را غنیمت شمارد و با عبادت و عمل صالح و آباد ساختن زمانهای آن به طاعت و عبادت پر کند. و انسان تلاش کند که این روزها، یعنی این نعمت را از دست ندهد و این فرصت را از دست ندهد و اگر کسی هم خدا توانایی را به او بدهد که در این ایام بتواند این رکن بزرگ اسلام را انجام دهد، حج این دیگه پاداش بسیار بزرگی دارد که رسول الله فرموده صلی الله علیه و سلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. میفرماید حجی که در آن خلوص نیت باشد و خارج از گناه و معصیت باشد هیچ پاداشی ندارد جز بهشت. این حدیث هم متفق علیه است.
و این هم می تواند، یعنی انسان اگر به صورت کامل این را انجام دهد و نیکی کند و لبیک و با ذکر و یاد خدا اون عبادت را انجام دهد، دیگه بهترین کار و بهترین عمل صالح است. و سنت است که انسان در این ایام در تمام زمانهای آن سعی کند خدا را یاد کند، ذکر خدا کند، تهلیل الله اکبر لا اله الا الله، همچنان که در حدیث وارد شده. امام احمد روایت می کند، می فرماید فاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر والتحمید. پس در آن بسیار زیاد لا اله الا الله را بگویید، الله اکبر را بگویید و الحمدلله را بگویید. و این چون پروردگار فرموده و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، تا خدا را یاد کنید در روزهای معینی که این روزها همین 10 روز است. و تکبیر کردن و با تسبیح و تحمید و تهلیل، اینها باقیات صالحات محسوب می شوند، یعنی اعمال صالحه جاودانه محسوب می شوند و هر کدوم از آنها یک نهالی است برای مسلمان در جنت. یعنی هر ذکری از این اذکار به عنوان یک نهالی برای مسلمان هست در بهشت و برای او بجای گفتن هر تکبیری و هر ذکری و هر تهلیلی نهالی برای تو در جنت کاشته می شود. و حتی بهتر است که مسلمانان تکبیر این گفتن الله اکبر را در جاهای عمومی، در محافل، در خانه ها، در همه جا بیان کنند. حتی امروز اگر بشه با همین دیگه از طریق این بلندگو و از طریق رسانه ها اعلان شود. چون امام بخاری برای ما بیان میکند که عبدالله بن عمر و امام ابو هریره رضای خدا بر اون باد در این روزها خارج می شدند به سمت بازار در ایام عشر و الله اکبر می گفتند و مسلمانان هم با گفتن اونها هم می گفتند و با آنها هم صدا می شدند. و میمون ابن مهران یکی از علمای بزرگ تابعی می فرماید من مردم را دیدم که در ایام دهگان ذی‌حجه تکبیر می گفتند، اصلا احساس می کردم انگار امواج دریاست، مثل امواج دریا آنها می دیدید که تکبیر می گویند و به صدای آنان شباهت داشت به امواج دریا. پس ان شاء الله در این ایام اگر انسان موفق شود این عبادت را انجام دهد، امیدوار هستیم که پروردگار نصرت خود برای مسلمانان بیاورد و در واقع این بلا و مصیبت هم ان شاء الله برطرف شود و مسلمانان دعا کنند که این بلاها و مصیبت هایی که مسلمانان با آن گرفتار هستند برطرف شود. و ما مطالب احساس میکنم حتی انسان بعد از نمازهای فرض هم میتواند از روز 9 ذی‌حجه که روز عرفه است شروع کند به تکبیر تا آخرین ایام التشریق، یعنی روز 3 ایام، یعنی روز 9، روز 10، روز 11، روز 12 و روز 13 تا قبل از غروب سنت است تکبیر گفته شود. اینها مواردی هستند این که در سنت وارد شده و صیغه ای که در میان مردم خیلی معروف است و بیان میکنند و همه میدونند الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. و هر دعای دیگری و هر به صورت دیگری هم انسان آن را بیان کند هیچ اشکالی ندارد. و گرفتن روزه هم کار بسیار پسندیده است. در این ایام
البته اختلافی وجود دارد که در بعضی احادیث اومده که ام المؤمنین عایشه میفرماید من ندیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم در این ایام روزه گرفته باشد، اما بعضی دیگر از همسران او میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه وسلم این 9 روز را روزه گرفته، یعنی 9 روز که روز عرفه که دیگه شکلی در آن نیست، این 8 روز دیگر هم روزه گرفته. حالا دیگه این یک مقدار سبب شده که این تعارضی که در ام المؤمنین عایشه بیان میکنند، یعنی ام المؤمنین میگه من ندیدم، دیگر همسران میفرمایند ما دیدیم که رسول الله روزه گرفته. و در حدیث هم از من صام یوما فی سبیل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خلیفه. هر کس یک روز در راه خدا روزه بگیرد، پروردگار 70 سال صورت او از آتش جهنم دور میگرداند. و روز گرفتن روز عرفه برای غیر از حجاج سنت بسیار بزرگی است و مسلمانان آن را غنیمت شمارند که سبب می شود 2 سال گناه 2 سال را یعنی کفارت گناه 2 سال می شود که می فرماید صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله و السنه التي بعده. می فرماید روز عرفه من امیدوار هستم و آن را ذخیره کنم نزد خدا که کفارت سال قبل از آن شود و کفارت سال بعد از آن، یعنی 2 سال. و بهتر است که انسان سعی کنند مسلمانان این روز را غنیمت شمارند و روز عرفه را اگر بقیه روزها روزه نگرفتند حتما روز عرفه روزه بگیرند. و حتی انسان تلاش کند، سنت هست که فرزندان خودش را عادت دهد و تربیت کند در گرفتن روزه. میگه سعید ابن جبیر میفرمود، سعید ابن جبیر رحمه الله یکی از بزرگان تابعین که به دست حجاج بن یوسف ثقفی کشته شد، خداوند متعال آنچنان که شایسته است با او معامله کند. فرمود سعید ابن جبیر میفرمود خدمتکار یعنی خادمان خود را دیدار کنید تا آنها هم سحری کنند برای روز عرفه. میگه اولا انسان باید تلاش کند که گناهان او با غروب خورشید روز عرفه بخشیده شود. این خیلی چیز مهمی است که مسلمانان با آن بیندیشند و آن را با آن فکر کنند. و یکی از مهمترین عبادت ها بعد از نماز فرض و بعد از عبادت فریضه نماز شب هست که مسلمانان بتوانند از آن بهره مند باشند که پروردگار آن را مستغفرین بالاسحار نام میبرد، یا کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. مسلمانانی که اهل تقوا هستند و اهل بهشت هستند کسانی هستند که کمی از شب میخوابند و در سحر استغفار میکنند، یعنی نماز شب و طاعت و عبادت. و کسی هم توانست که در این ایام صدقه و احسان انجام دهد و هر عملی در توانش بود انجام دهد، کار بسیار پسندیده است. یک حدیث قشنگ و زیبایی وجود دارد در این زمینه در مورد اینکه کسی که وقتی که حاجی به حج می رود و خانواده خودش را به جا می گذارد، مسلمانان باید خانواده او را تنها نگذارند و آنها را مواظب آنها باشند و حتی اگر کسی بتواند کسی را کمک کند تا به حج برود. پیامبر خدا می‌فرماید صلی الله علیه وسلم من جهز حاجا او خلفه فی اهله کان له مثل اجره. هر کس یک حاجی را آماده سازد، کمکش کند برای انجام حج یا در خانواده اش مواظب خانواده اش باشد تا او برمیگردد،
اجر و پاداش او به اندازه اون حاجی که به حج می رود، اون هم به اندازه او اجر و پاداش گیرش می آید، من غیر ان ینقص من اجورهم شیء، بدون اینکه از اجر و پاداش حاجیان کم شود. و یکی از مهمترین عبادتی که در این ایام دهگانه وجود دارد و آخرین روز دهم انجام میگیرد نماز عید است، که عید هم قول راجح نزد من، یعنی اون چیزی که من با آن قانع هستم و بسیاری از اهل علم بر آن هستند، نماز عید هم یکی از نمازهای فرض و واجب است که مذهب امام ابو حنیفه هم بر واجب بودن آن است و مذهب امام ابو سعید الصخری از شافعی ها بر واجب بودن آن است و امام شافعی در الام می‌فرماید اهمیت آن از اهمیت نماز جمعه بیشتر است و پروردگارم فرموده فصل لربک وانحر، پس نماز عید را برای پروردگارت برگزار کن و برای او قربانی کن. و در این اواخر اگر کسی هم توانایی داشت در باز هم در این ایام دهگانه میتواند روز دهم مثلا قربانی کند. اگر کسی تصمیم این داشت که قربانی کند، پیامبر میفرماید صلی الله علیه وسلم اگر ماه ذوالحجه را مشاهده نمودید و یکی از شما خواست قربانی کند، پس به موی خود و به ناخنهای خود دست نزند حتی یضحی، تا زمانی که قربانیش را انجام می‌دهد. این حدیث هم امام مسلم روایت کرده و دیگر علمای حدیث. البته بخاری روایت نکرده اما امام مسلم روایت نموده و از این حدیث هم فهمیده می شود که قربانی کردن واجب نیست، چون فرمود اگر ماه ذوالحجه را دید و یکی از شما خواست که قربانی کند، خواست یعنی نگفته حتما باید این کارو کنید، اگر کسی خواست کار بسیار پسندیده است این کارو انجام بدهد و بهترین چیز در این ایام هم این است که انسان خالصانه و صادقانه به سوی خدا بازگردد و توبه کند، زیرا پروردگار فرموده یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای کسانی که ایمان آورده اید توبه کنید به سوی الله توبه نصوح خالصانه. عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم، امید هست پروردگار گناهان شما را پاک گرداند و شما را وارد و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، و شما را وارد باغهایی کند که در زیر آن رودخانه ها جاری می شود. اینها مواردی بودند که خواستم یادآور شوم در این مورد و مطالب دیگری باز هست ان شاء الله به آن میپردازیم در روزهای آینده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.